أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الحج، یعنی کتاب در مسئله حج و همچنین در مسئله عمره کردن. پس دو درس گذشته ما و شما از این کتاب درس کردیم و درس امروزه ما و شما از درس 1278 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1278 میگوید و عنه ان امرأة قالت، و از وی یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، ان امرأة قالت، میگه هر آینه زن پرسان شد، زن گفت یا رسول الله، گفت ای رسول الله، این فریضة الله علی عباده فی الحج، گفت هر آینه فرض گردانیده است فریضه الهی بالای بندگانش حج است، یا فرض گردانیده است الله جل جلاله بر بالای بندگانش حج را. پس حج کردن این فریضه الهی می باشد. ادرکت ابی شیخا کبیرا، میگه اون زن پرسان شد که دریافته است یا رسیده است پدرم شیخا کبیرا، یعنی به پیران سالی، یعنی کهنسال و بزرگسال و بسیار بگم به قوت شدگی است، سالش بسیار رفتگی است. لا یثبت علی الراحلتی، گفت خودش را نگاه داشتن نمیتواند بر بالای شتر، اگر بر شتر سوار کرده به حج ببریمش، گفت در بالای شتر سوار شده نمیتواند، پیاده را گشته نمیتواند. خلاصه موی سفیدی بسیار پیرانسال شدگی است و بسیار ضعیف شدگی است. اکنون این زن میگوید افاحج عنه، یعنی ای رسول الله آیا میتوانم از تن اون من حج بکنم؟ قال نعم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بله، تو میتوانی که از جای پدرت که پیرانسال است و نمیتواند حج بکند، تو از تن اون حج انجام بدی، را میگن حج بدل. پس این حدیث متفق علیه است و این حدیث دلالت میکند که انسانی که مالدار شود خودش توان رفتن را ندارد، بیمار است، نمیتواند، پس یک انسان دیگر را از جای خودش باید به حج رایی بکند و اون انسان رفته از جای این حج بدل انجام بدهد. و این انسان کی میتواند یک کسی دیگر از جای خودش روان کند؟ در همون صورتی که این انسان دیگر شفا نمییابد، یعنی که دیگر بیماری هست که دیگر شفا یابیش امکان ندارد، پس در این صورت یک انسان دیگر از جای خودش روان میکند. یا انسانی که پیرانسال است، دیگر اون امکان ندارد که قوه بگیرد یا جوان شود، پس این انسان هم از جای خودش یک کسی دیگر به حج بدل روان میکند. اما یک انسان جوان امسال میخواست که حج برود، بیمار شد، نتوانست، یگان کسی دیگر روان نمی کند، بلکه سال آینده باز خودش می رود، زیرا که این بیماری شاید یا دو ماه از بین که گذشت باز ساز می شود، شفا می یابد، سال آینده خودش این جوان می رود و یا که این بیماری که موقتی است بعد از ساز شدنش خودش می رود حج را انجام می دهد. اما حج بدل در صورت هست که اون انسان دیگر امکان شفایابیش نباشد. پس این بود حدیث 1278 کتاب ریاض الصالحین که دلالت میکرد به حج بدل. بعد از این حدیث 1279 کتاب ریاض الصالحین میگوید که وعن لقیط ابن عامر رضی الله عنه، یعنی که از لقیط ابن عامر رضی الله عنه روایت است، انه اتى النبی صلی الله علیه و سلم فقال، هر آینه وی میگد یعنی لقیط آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفت
این ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج. همین لقیط ابن عامر میگه گفت که هر اینا پدر من شیخ کبیر، یعنی موی سفیدی پیرانسال است، لا یستطیع الحج، یعنی حج کردن نمیتواند، ولا العمرة، همچنین عمره هم کردن نمیتواند، ولا الضعن، و همچنین سفر کردن نمیتواند، یعنی که نشسته بر بالای شتر برای سفر آماده شده و سفر برآمده نمیتواند. نه حج کرده میتواند، نه عمره کرده میتواند، حتی نمیتواند که شتر سوار شده بیاید به اینجا. پس چیکار بکند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو پرسان شد. پیغمبر چی گفت؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حج عن ابیک واعتمر، گفت از طرف پدرت حج بکن تو و عمره بکن، یعنی از جای پدرت حج و عمره بدل را انجام بده. دیدید این حدیث هم دلالت میکند به حج و عمره بدل برای کسی که بیمار است و نمیتواند و برای کسی که قوه حج کردن ندارد. این حدیث هم دلالت میکند به حج بدل. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و امام ترمذی میگوید که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1279 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1280 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن الصائب ابن یزید رضی الله عنه قال، یعنی که از صائب ابن یزید رضی الله عنه روایت است که گفت حج بی مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع و انا ابن 7 سنین. میگد که مرا به حج بردن، حجه یعنی مرا به حج بردن، حج بی من را به حج بردن، مع رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جا، فی حجة الوداع، در همون حجة الوداعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج کرده بود، میگه در همون جا با پیغمبر یک جا من را بردن. و انا ابن 7 سنین، در اون زمان میگم من پسرک 7 ساله بودم، من بچه که 7 ساله بودم. در 7 سالگی هم من رو میگوید با پیغمبر من رو به حج بردن که همون سال حجة الوداع و حجة الوداع آخرین یا همون حجی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات یافتن، در اونجا میگه من اشتراک کرده بودم. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. خب این حدیث دلالت میکند به حج کردن برای کودکان همچنین جایز است، به بلاغت هم رسیدگی نباشد. یعنی وقتی پدرش حج میرود، مادرش حج میرود، با اونها وقتی که میروند جایز است که این کودک هم برود حج بکند. چی طوری که کلان سال حج میکند، کودک به مثل همون کلان سال حج انجام میتید. یعنی هر کاری را که کودک آدم کلان سال میکند، کودک هم همون کار را انجام میدهد. اینجا یک توضیحات مختصری هست، این را بعد از حدیث بعدیش حدیث 1281 را میخونیم و بعد این یک چند مسئله های برای کودک حج کردن مهم است، اونها را یادرس خواهم کرد. این بود حدیث 1280 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1281 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1281 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم لقی رکبا بالروحاء. میگوید از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید کاروان را، رکبا یعنی کاروان را، بالروحاء یعنی در روحا، در مکانی که نامش روحا است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن همین مکان روحا یک کاروان را دید، یک گروه مردمی را. فقال من القوم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کی هستید؟ ای قوم، ای کاروانیان، شما کی هستید؟ قالوا المسلمون،
اون قوم جواب دادن که ما مسلمان ها هستیم، یعنی ما مسلمان هستیم. قالوا من انت، اون قوم پیغمبر را که نمیشناختند گفتند تو کی هستی؟ قال رسول الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که رسولی الله هستم، پیغمبری الله هستم. فرفعت امرأة صبیا فقالت، پس میگه بالا کرد زن کودک را، پس گفت از بین همون قوم میگه یک زن یک کودک را، یک کودک میدک را بالا کرد، پس گفت که الی هذا حج، گفت رسول الله پیغمبری الله آیا برای این کودک حج است؟ این کودک هم حج بکند؟ قال نعم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بله برای اون کودک هم حج هست، برای اون کودک هم حج است. ولکی اجرون، و پاداشش به تو میرسد، پاداشش برای تو است. یعنی وقتی کودک میره و حج میکند ثوابش به پدر و مادرش میرسد، ثواب حج کودک به پدر و مادرش میرسد. چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون زن رو گفت که ولکی اجرون، و برای تو از پاداش به تو میرسد وقتی تو این کودک رو به حج میآری. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث هم دلالت میکند برای کودک حج هست، کودک میتواند حج بکند. انا اکنون چند مسئله های برای حج کودک. خب کودک حج میکند، یعنی میرود طواف میکند، میرود سعی بین صفا و مروه میکند، میرود شیطان سنگ میزند اگر خودش زده بتواند، پس این کارها را انجام میدهد. اما کودکی که میده باشد نیت کرده نمیتواند، پس با پدرش یک جا حج کردنی که چی طور حج میکند؟ این مسئله بسیار مسئله جدی است، دقت بتید. وقتی که میرود حج کردنی میشوند، سعی بین صفا، اولا طواف را چیکار میکند؟ طواف را اول پدرش میرود یا همون کسی که کودک را میگرداند، بگیم صاحبش است یا که بدوش گرفتگی هست، همون کس اول خودش میرود طواف میکند. اگر کودک نیت را بداند، نیت کرده بتواند، کودک خودش نیت میکند، پدر هستن خودش نیت میکند، پدر با اون کودک یک جا طواف میکنند. اما اگر عقلش به نیت نگیرد، نتواند، در این صورت اول پدر خودش طواف میکند، بعد از اون میاد این کودک را میگیرد، کودک طواف میکند. از تن کودک نیت میکند پدرش و کودک را میگیرد طواف میکند. یک طواف از تن خودش 7 پیچ میگردد و دویم طواف با 7 پیچ دیگر از تن فرزندش، از تن اون کودک میگردد. همچنین سعی بین صفا و مروه همین طور. اگر کودک نیت کرده تواند عقلش بگیرد به این چیزا، کودک نیت میکند با پدر یک جا میگردد. اگر که نتواند، پدر اول حق خودش را انجام میدهد، پس از کودک را با نیت میکند از تن کودک را سعی بین صفا و مروه میگرداند. و در سنگ زدن شیطان هم همین طور است، یعنی که پدرش از تن فرزندش میرود شیطان را سنگ میزند، دیگر کودک را میتوند که نبرد به اون جای شیطان سنگ زنی در اون مینا بگذارد و یا اون کس نگاهش کند و خود پدر میرود از حق خودش میزند و همچنین حق فرزندش هم میزند، شیطان را سنگ میزند. پس این است احکام کودک حج کردن. به همین خاطر است که کودک به مثل کلان حج میکند، اما نیت را نیت کرده تواند، این آسان تر است با پدرش یک جا. اما نیت کرده نتواند، در این صورت پدرش یک بار از تن خودش سعی بین صفا و مروه میکند، دویم بار از تن کودک میگیرد، نیت میکند و میگرداند و سعی بین صفا و مروه هم همین طور. اما شیطان سنگ زدن پدرش میتواند از تن فرزندش شیطان را سنگ بزند. این بود خلاصه و مختصر معلومات درباره حج کودک. اما ثواب این حج به کی را می رود؟ به پدر و مادرش را. ثواب این حج به پدر و مادر می رود، یا به همون کسی که اون کودک را حج بردگی است به همون می رود. هر کسی کودک را حج می برد به همون انسان ثواب اون کودک می رسد، ثواب اون حج کودک به همون انسان می رسد. خب این بود حدیث 1281 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1282 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن انس رضی الله عنه، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است،
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حج علی رحل، میگه هر اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج کرد بر بالای شتر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج کرد بر شتری. و کانت زاملته، و بود همون شتر زاملته، یعنی توشه های سفر پیغمبر بر بالای اون شتر. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حج کنی رفت، یعنی یک شتر برای توشه های سفرش و یک شتر دیگر برای خودش سوار شدن نبود، بلکه همون یک شتر بود. یعنی خاکساری پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بیان میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر خاکسار بود. یک شتر داشت، بالای همون شتر هم اون توشه سفرش بود، هم خودش سوار میشید برای حج کردن. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1282 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1283 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت کانت عکاظه و مجنه، میگه که عکاظه و مجنه و ذوالمجاز اسواقا، یعنی بود میگه عکاظه نام یک بازار، و مجنه نام یک بازار دیگر، و ذوالمجاز هم نام یک بازار دیگر. اسواقا میگه همین ها بازار بودن، عکاظه و مجنه و ذوالمجاز، این سه تا میگه اسواقا، اینها بازار بودن. میگه فی الجاهلیتی، که در زمان جاهلیت، فتعثموا ان یتجروا فی المواسم، فتعثموا، پس حس میکردن مسلمان ها، بعد از این در زمان جاهلیت بود، بعد از مسلمان شدنشان وقتی حج کردن میشه در زمان حج، فتعثموا یعنی که حسی گناه میکردن، ان یتجروا فی المواسم، اینکه تجارت کنند در موسم حج، در وقت حج، در سیزان حج تجارت کردن رو میگه حسی گناه میکرد. فتعثموا یعنی حسی گناه میکردن، میگفتن که در این وقت تجارت کردن خوب نیست. یعنی همین طور میگه مسلمان ها میخواد فکر میکردن، زیرا که این بازارهای زمان جاهلیت بود، پس همین طور فکر میکردن در موسم نباید تجارت کرد. فنزلت، پس میگه آیت نازل شد که الله سبحانه و تعالی میگه که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. لیس علیکم جناح یعنی برای شما گناه نیست، یعنی تجارت تو نبکنید، برای شما گناه نیست. ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر که شما جستجو بکنید، تبتغوا جستجو از دنبال فضل باشید، فضل یعنی رزق و روزی، از دنبال رزق و روزی از جانب پروردگارتون باشید. یعنی شما میتوانید در موسم حج روید، حج کنید و تجارتتون انجام بدید، نیتون حج و در موسم حج تجارت کردن یگان گناه ندارد، یگان اشکال ندارد. پس میتوانید که شما در موسم حج تجارتتون رو انجام بدید. پس میگه این آیت نازل شد تا اینکه اون حسی گناهی که میکردن مسلمان ها، اون حسی گناهشان از بین برده شود. این سوره بقره آیت 198 می باشد. میگه فی مواسم الحج، یعنی در موسم حج گناه حس میکردن، تجارت کردن. و پس این آیت نازل شد و براشان این حس را از بین، از دلشان این حس را برد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این بود آخرین حدیثی کتاب حج. با همین کتاب حج به آخر رسید. بعد از این با کتاب نو میگذاریم، کتاب الجهادی، کتاب در مسئله جهاد. اکنون امام نووی رحمه الله درباره جهاد چند آیت ها و چند حدیث های برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند. انشاءالله این کتاب جهاد را از درس آینده شروع خواهیم کرد. پس درس امروزمون رو در اینجا به پایان میرسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.